عبد الله من السعودية يقول فعل الشرك الأكبر جهلا، من فعل ذلك هل يصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين؟ بالنسبة للشرك إذا وقع من الإنسان نقول خاصة في بلدان المسلمين الشرك الأكبر لا يعذر به الإنسان، لا يعذر به الإنسان. ويستثنى من ذلك صور إذا كان الإنسان حديث عهد بكفر، أن يكون حديث عهد بإسلام، وذلك النصراني الذي يكون في بلدان المسلمين ثم يظهر منه إسلام ولو كان في بلد قد يشتهر فيها الإسلام، فنقول في ذلك إنه يعذر بذلك الفعل. وثمة صور يعني يحتاج إلى تفصيل، لكن نتكلم في بلدان المسلمين إذا وقع الإنسان في شرك أكبر لا يعذر في ذلك، لا يعذر بهذا. هل في هذا الفعل إذا فعله الإنسان أنه يدفن في مقابر المسلمين في حال موته؟ نقول ذلك على صورتين. الصورة الأولى إذا فعل الشرك فعلا عارضا ثم تركه، إذا فعل الشرك فعلا عارضا ولا يدرى هل تاب منه أو لم يتب منه، نقول في ذلك أنه يحكم على ما مات عليه من عمل، ما مات عليه. إذا كان مات تاركا لذلك الشرك فإنه يحكم عليه بالإسلام ويدفن في مقابر المسلمين. وأما إذا كان ملازما له، وذلك الذين يسجدون القبور وكذلك يذبحون لها ويسألونها من دون الله، فإنه ليس بمسلم، ليس بمسلم ولا يأخذ أحكام المسلمین. والله. شیخ عبدالعزیز الطریفی حفظه الله و فک اسره در مسئله عذر بالجهل ما اینجا در نزد شیخ ابو عمر باز یک سخنی 14 دقیقه تفصیلی شیخ رو هم داریم. حالا ما مختصرش رو انتخاب کردیم تا که وقت هم برای شما اختصار کردیم. شیخ را سوال میکنند که در برنامه معروف است که آیا کسی که شرک را جهلا انجام داد در قبرستان های مسلمان ها دفن کردنش ممکن است و دفن کرده آیا می شود؟ یعنی کسی که خود را مسلمان میگفت شرک اکبر را انجام داد، از سبب جهل انجام داد، آیا می توانیم که جنازه بکنیم و در قبر مسلمان ها مقبره یعنی بعد از جنازه دفنش بکنیم؟ شیخ میگه که این مسئله تفصیل دارد. میگه البته میگه در بین مسلمان ها کسی که جاهل میگوید و به شرک اکبر واقع میشد این مشرک است. میگه اما کسانی که در این حالت میگه یک مسئله رو استثناء میکنیم، میگه اما این مسئله کمی تفصیلات دارد. میگه استثناء میکنیم سه حالت رو: حالتی که کسانی که در بادیه باشند، کسانی که نو مسلمان شده باشند و کسانی که از بین کفار نو اسلام رو قبول یا که نشأت در بین کفار شده باشند. این سه حالت رو میگه این مسئله دیگر است و تفصیلات دارد. تفصیلاتش رو مختصرا سخنی عبدالعزیز الطریفی و کتابش که در نزد ما میگن که اینها رو ما شرک اکبر رو کنند مشرک میگوییم، اما اینها رو در روز قیامت امتحان میشود. میگه شیخ عقیده دارد یعنی هر کسی که در بین مسلمان شرک رو انجام بدهد این مشرک است در این دنیا و آخرت، هم اسم و هم حکم رو میگیرد، در این دنیا و آخرت مشرک است. اما کسی که در بادیه باشد و در نو به اسلام داخل شده باشد و نشد در بین کفار شده باشد، این اگر شرک اکبر را انجام داد مشرک گفته میشد، اما این رو در آخرت به دوزخ میدرد نمیگیم بلکه امتحان میشد. میگیم اما آیا به قبرستان مسلمان ها اینها رو گور کرده میشد یا نمیشد؟ میگه که دو صورت داره. صورت اول این که یک کسی که شرک را انجام میداد و بعد از این ما ببینیم که یک وقت یک مهلت ترک کرده، شرک را ترک کرده، اما ما نمیدونیم که انیق تا آخر ترک کرده و توبه کرده یا نکرده. یعنی در بالای یک انسان شبهه کردیم که آیا همین انسان شرک را ترک کرد یا نکرد. در این حالت میگه شیخ اگر بسیارتر از شرک دور شده باشد، شرک را انجام نداده باشد اما از توبه او بیخبر باشیم، اصل اسلام است، این را دفن به مقابر اسلام میکنیم از سبب ترک کردن شرک است. اما کسی که معروف بود که شرک اکبر را انجام میداد، دیدیم که قبر پرست بود و در همین حالت ها توبه نکرده وفات کرد، ترک نکرده وفات کرد، این مشرک است و در قبرستان مسلمان گور کرده نمی شود اگرچه دعوای اسلام دارد. بارک الله فیک.